بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما گرامیان. امیدوارم هر کجا که هستید در تلاوت آیات کلام الله متعال و در تدبر معانی این آیات و عمل به دستوراتش هر روز و هر لحظه زندگیتان در عبادت او تعالی بهتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. با شما سروران هستیم با درسی دیگر از آیات سوره مبارکه بقره در امتداد درس‌های گذشته در آیه 177. در درس‌های گذشته به همراه شما گرامیان تا آیه 177 رو به پیش رفتیم و در دو درس گذشته این آیه عظیم رو به تلاوت گرفتیم. آیه بر، آیه‌ای که خلاصه دین هست و تصور درست از دین رو به ما معرفی می نماید. آیه 177 سوره مبارکه بقره، آیه بر، آیه است که به ما می فهماند تصور درست از دینداری چیست. این آیه به ما می گوید که دینداری آن چیزی نیست که شما گمان می کنید. دینداری این نیست که انسان پیش خودش گمان بکنه و تخیل بکنه و تصور بکنه خب من بالاخره یک باوری دارم و این باور نامش دین است و اینم همون چیزی است که الله متعال از من میخواهد. تا وقتی که این باور، این تصور، این رفتار و این اعمال و کردار این فرد مطابق با آن چیزی نباشد که الله متعال میگوید. الله متعال در این آیه برای ما میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. در بخش اول آیه که به تفصیل درباره او صحبت شده است در برنامه‌های گذشته، الله متعال در این آیه بر، آیه 177 سوره مبارکه بقره، این تصور رو اصلاح میکنه. تصور ما هر کدام از ما یک تصوری داریم از دین. الله متعال میفرماید که این تصور رو ببینید آیا تصور درستی است یا تصور غلطی است. تصورات ما رفتار ما رو به وجود می آورند و رفتارهای ما زندگی ما رو تشکیل میدن. تصور ما نسبت به دین آن چیزی باید باشد، مطابق آن چیزی باید باشد که خود قرآن کریم برای ما میفرماید، خود دین برای ما معرفی میکنه، نه آن چیزی که ما فکر میکنیم دین است. الله متعال میفرماید نیکی، درهای خیر و دینداری این نیست که فقط شما رو بکنید به سمت شرق یا غرب، قبله شما شرق باشه یا غرب باشه. خلاصه در این نمیشه. دینداری فقط در این خلاصه نمیشه که قبله سمت شرق باشه، غرب باشه، رو به قبله بکنید فقط بدون اینکه باور درستی باشه، بدون اینکه عمل درستی باشه، بدون اینکه اخلاق درستی باشه. در وهله اول باید تصور شما، اعتقاد شما و باور شما درست باشه. و همین خاطر در مرحله اول آیه، بخش اول آیه فرمود مرحله اول سنگ بنای اصلی، ستون بر روی یک پایه، این ستون هایی که در یک ساختمان ایجاد میشه یک پی دارد، یک اساسی دارد. اون پی ساختمان، اون شیرازه، اون شالوده اصلی، اون اساس باید درست باشه. اول یک ساختمان وقتی ساختمان محکمی است که پایه اون درست باشه، زیر بنا، زیر ساخت درست باشه. اعتقاد این زیر ساخت است، این پایه است، این اساس است، این بنا است. و الله متعال میفهمد در وهله اول باید اعتقاد شما درست باشه نسبت به الله متعال، نسبت به روز آخرت، نسبت به ملائکه، نسبت به کتاب‌های آسمانی و نسبت به پیامبران الهی. باور شما درست باشه. بدونید از کجا آمده اید، به کجا می روید و در این میان، در این دنیا که الله متعال شما را آورده و به آخرت می روید، نیاز به یک برنامه زندگی دارید و این برنامه زندگی را یک پیامبر الهی آورده است، کتاب آسمانی که ملائکه او فرستادن. خلاصه میکنه الله متعال ابتدا و انتها رو و آنچه در این میان ما نیاز داریم.
ولکن البر من آمن بالله و الیوم الاخر. ابتدا الله متعال، یوم الاخر پایان و هدف است و پایان مسیر مقصد زندگی ماست. در این میان در حیات دنیا نیاز به یک برنامه زندگی داریم که اون رو کتاب آسمانی توسط یک پیامبر الهی به ما میرساند و ملائکه این کتاب رو به یک پیامبر میرساند. این تصور و باور با تفاصیلی که در این باب هست. ابتدا باید اون اعتقاد و باور ما درست باشه. آیا فقط باور داشتن کافی است؟ نه. الله متعال میفرماید عده‌ای که گمان میکنن تصورشان از دینداری این هست که تو فقط قبول داشته باشی، باور داشته باشی الله متعال هست، خالقی هست، دنیا خالقی داره، پروردگاری داره و این نظم یک پروردگاری داره و ملائکه‌ای داره و کتاب‌هایی فرستاده و پیامبران الهی داشته، پیامبرانی داشته و مرگی هست و حساب کتابی هست و بهشت و دوزخی هست. تنها آیا همین کافی است که من فقط این رو قبول بکنم در باور خودم و تمام دیگه دین بشه همین؟ نه، تنها این نیست. شما بنای شما وقتی که پی ساختمانتان هر چقدر هم محکم باشه، اون اساس شما هر چقدر هم درست گذاشته شده باشد، هنوز هیچ چیزی نیست. شما فقط یک پی ریختی، ساختمانی ندارید شما هنوز. این اساس رو گذاشتید، اما روی این اساس باید بنا رو بسازی. این اساس است. اعتقاد داشتن تنها به وجود الله متعال و قیامت و کتاب‌های آسمانی، ملائکه الهی، پیامبران الهی کافی نیست. اگر کافی می بود برای ابلیس کافی می بود. دین تنها این نیست. خیلی‌ها میگن آقا من خدا رو قبول دارم، آخرت رو هم قبول دارم، قرآن را میبوسم، احترام دارم، پیامبران الهی را هم قبول دارم، ملائکه را هم قبول دارم، همینا رو قبول دارم، ارکان ایمان و قضا و قدر رو قبول دارم. اما خب نماز نمیخونه، اما روزه نمیگیره، اما عبادت نمیکنه، اما حجاب رعایت نمیکنه، اما حلال و حرام سرش نمیشه، اما آیا همینقدر کافی است؟ نه، این کافی نیست. الله متعال میفهمد اینطور نیست. اینطور نیست که شما فقط باور داشته باشید. تنها باور کافی نیست. باور مرحله اول است. اگر باور کافی می بود برای ابلیس بعد کافی می بود. الله متعال رو قبول داره، شیطان قیامت رو قبول داره، بهشت و دوزخ رو با چشم سر دیده، ملائکه رو با چشم سر دیده، پیامبران الهی رو با چشم سر دیده و یقین داره پیامبران الهی هستند، کتاب‌های آسمانی رو با چشم سر دیده و قبول داره که اینها رو ملکی به نام جبرئیل علیه السلام بر پیامبران الهی فرستاده. اگر ایمان تنها این باشه که ما قبول بکنیم، خب ابلیس هم قبول داره همه اینها رو. پس چرا ابلیس مورد لعنت و نفرین الهی قرار گرفته و لعنت الله متعال شامل حال او شده است؟ چون مراحل بعدی رو قبول نداره، عمل به دستورات رو قبول نداره، فرمان رو قبول نمیکنه، عمل نمیکنه. مرحله اول باور و اعتقاد است. مرحله بعدی در ادامه در مرحله دوم الله متعال برای ما فرمود که مرحله بعدی این است که بعد از اینکه شما اعتقاد داشتید و قبول داشتید، اخلاقت رو عمل درست بکنید. و آت المال علی حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة. مرحله دوم این هست که انسان در میدان عمل بیاید. یک انسان مسلمان نباید بی تفاوت باشه نسبت به اطرافیان خودش، باید رفتارش رو درست بکنه، بعد نسبت به دیگران رسیدگی بکنه، بعد از مالی که در اختیار او قرار گرفته بذل و بخشش بکنه، رسیدگی بکنه به خویشاوندان خود، به یتیمان، به مساکین، به کسانی که در راه ماندن، به نیازمندان، کسانی که در بندن و اسیر هستند و همچنین هر کسی که در دور و بر خودش میبینه و نیازمند است باید به اونها رسیدگی بکنه. این بحث اخلاقی است. دین برای ما میفرماید در رحمت الله که اخلاق جزئی از دین است. اخلاق جزئی از دین است و درباره دوباره در ادامه آیه این موضوع تکرار میشه. این مرحله دوم بود. مرحله سوم که الله متعال برای ما اشاره میفرماید، موضوع بسیار مهمی را الله متعال اشاره میفرماید و اقام الصلاة و آت الزکات. مؤمن حقیقی کسی است، متقی کسی است، دیندار حقیقی کسی است که اعتقاد درستی دارد، اخلاق درستی دارد. این هم کافی نیست که فقط اخلاق درست باشه، اعتقاد درست باشه و اخلاق درست باشه. الله متعال میفرماید و اقام الصلاة، نماز میخواند. مؤمن حقیقی کسی است که نماز میخواند و اقام الصلاة. در سوره مبارکه مؤمنون در ابتدای جزء 18 در ابتدای سوره الله متعال میفرماید قد افلح المؤمنون، مؤمنان رستگار شدند. الذين هم فی صلاتهم خاشعون. اولین صفتی که برای مؤمنان ذکر میفرماید کسانی که در نماز خود خشوع دارند، حضور قلب دارند، نماز میخوانند با آرامش، با متانت، با وقار و نمازی دارند که لذت میبرند از این نماز، در نماز خود خاشع و فروتن هستند و حضور قلب دارند. الذين هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. و کسانی که از کارهای لغو پرهیز میکنند. صفتی که سبب ایجاد خشوع در نماز میشه. حرفهای بیهوده، کارهای بیهوده، نگاه کردنهای بیهوده، شنیدنهای بیهوده
وقتش رو انسان به خاطر کارهای لاابالی از بین نبرد و تباه نکنه. این یکی از اون صفاتی است که سبب ایجاد خشوع در نماز میشه. مثلا وقتی وقتش رو مدیریت میکنه، اون موقع میدونه که چطور استفاده بکنه و نمازش به وقت خوانده میشود. نماز عبادتی است که انسان رو به بر متعال نزدیک و نزدیکتر میکنه. نماز انسان وقتی که در زندگی خودش در مشکلات، در سختی ها انسان کم میاره، اون موقع بعد رو به نماز ببرد. رسول الله علیه السلام درباره ایشان فرمودن صحابه ایشان که هر وقت مشکلی پیش می آمد، رسول الله علیه السلام سو به نماز می رفت و روی به نماز می کرد. اگر غمی می آمد، اگر اندوه می آمد، اگر مصیبتی می آمد، حتی اگر بلایی نازل می شد، جانماز خود را می انداخت و نماز می خواند. غیر از نمازهای واجب خودش نماز می خواند. نماز ارتباط انسان با الله متعال رو برقرار میکنه. الا بذکر الله تطمئن القلوب. به نام و یاد الله متعال است که انسان آرامش میگیره قلبش. نماز ارتباط با الله متعال است. نماز انسان رو به الله متعال نزدیک میکنه. انسان در نماز با الله متعال نجوا میکنه، گفتگو میکنه. انسان در نماز انرژی میگیره. وقتی شارژ انسان کم میشه، انسان روحیه انسان ضعیف میشه، انسان در مبارزه با مشکلات، در سختی ها، در زندگی کم میاره. مثل حکایت دستگاهی که شارژش تموم میشه، میاریم وصل میکنیم به یک شارژری و شارژ میشه دوباره. نماز ما رو شارژ میکنه. اگر ما خودمون رو با نماز شارژ نکنیم، همونجوری که دستگاهی که ما استفاده میکنیم، گوشیایی که استفاده میکنیم، اگه شارژش تموم بشه، نور صفحه او تموم میشه، نماز ما رو شارژ میکنه. اگه نماز نخوندی، شارژ تموم میشه. وقتی شارژ تموم شد، نور وجودت از بین میره. دیگه تاریک میشه زندگی تو، مشکلات میاد سراغ تو، سختی ها میاد سراغ تو، نمیتونی تحملش بکنی. اون موقع زیر بار فشار مشکلات و سختی ها کم میاری. و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. رحمتان میفهمد هر کسی که از یاد من و از ذکر من غافل شود، زندگی سختی به سراغ او میاد، نمیتونه تحمل بکنه، مشکلات و سختی ها رو تحمل بکنه. نماز رابطه انسان رو با الله متعال مستحکم میکنه. نماز انسان رو به سوی الله متعال بالا میبره. نماز انسان رو پاک میکنه. رسول الله علیه السلام فرمود که اگر انسانی روزی 5 بار در نهری آب تنی بکند، آیا بر بدن او چیزی از ناپاکی و آلودگی میماند؟ گفتن یا رسول الله هرگز این اتفاق نمیفته. چطور ممکن است انسان روزی 5 بار آب تنی بکنه و بعد آلودگی در وجود او باقی بماند؟ رسول الله علیه السلام فرمود حکایت نمازهای پنجگانه همین است. انسان وقتی که 5 بار نماز میخونه، مثل این است که 5 بار روح خود رو شستشو میده و میشوره و این روح آرام میشه و انرژی میگیره و با الله متعال ارتباط میگیره. نماز معراج مؤمن است. نماز انسان رو به الله متعال وصل میکنه. نماز مهمترین رکن عبادی دین است. نماز در روزی 5 بار نماز خوانده میشود و مهمترین رکن عبادی نماز است، زیرا انسان بیشتر از هر چیزی به نماز نیاز داره و نماز رو انسان مؤمن باید سر وقت بخونه. اقام الصلاة، اقامه نماز از لحظه وضو گرفتن شروع میشه. وضوی درستی بگیره، لباس خود رو پاک بکنه و لباس پاک و شایسته‌ای به تن بکنه در هنگام نماز و سعی بکنه نمازهای خود رو در نماز جماعت در مسجد بخواند. ساخت مساجد، این همه مسجد و این همه هزینه کردن برای مساجد دلیل دیگری بر اهمیت نماز است. در امت اسلامی در هر شهری، در هر روستایی شما می‌بینید که مسجدهایی ساخته میشه. این مسجدها برای زیبایی ساخته نمیشه. این مسجدها به خاطر نشان دادن اهمیت نماز است. مکانی که انسان میره اونجا و قدم برداشتن به سمت مسجد گناه رو میبخشد. مسیری که انسان به سمت مسجد میره، برای هر قدم گناهی بخشیده میشه، برای هر قدم اجر و پاداشی نوشته میشه. انسان وقتی در مسجد میره و در کنار برادران مسلمان خود در صف میایسته، اخلاق رو تجربه میکنه، تواضع و فروتنی رو تجربه میکنه، از دیگران، از حال دیگران با خبر میشه و انرژی میگیره و تقویت میشه و اونجا در نماز میسته. انسان سعی بکنه نمازهای خود رو در جماعت بخواند، حتی الامکان تا میتونه در نمازهای جماعت شرکت بکنه. انسان وقتی که در نماز میرود، در نماز جماعت شرکت میکنه، یکی از بهترین وسیله هایی که کمک میکنه به حفظ نماز و اینکه انسان به نمازها پایبند باشه و سر وقت بخواند، مسجد رفتن است. و یکی از صفات مؤمنان رو باز در سوره مبارکه مؤمنون وقتی که اولین صفت مؤمنان رو فرمود، کسانی هستند که در نماز خشوع دارن. در پایان صفات مؤمنان میفرماید والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کسانی هستند که در نماز خود محافظت میکنند. مؤمن کسی که مواظب نماز خود هست، نماز خود رو محافظت میکنه، اجازه نمیده نمازش به هر بهانه‌ای، به هر دلیلی ترک بشه، اجازه نمیده کار او سبب ترک نماز او بشه، خواب او
سبب ترک نماز او بشه. بازی و سرگرمی او، میهمانی او، نشستن با دوستان، سفر او حتی سبب ترک نماز او بشود. و رسول الله صلی الله علیه و سلم را الله متعال امر می‌فرماد و امر اهلک بالصلاة، شما ای پیامبر من خانواده خود را امر کن به نماز. و امر اهلک بالصلاة در سوره مبارکه طه در پایان سوره در آیه 132 می‌فرماید و امر اهلک بالصلاة واصطبر علیها، خانواده خودت را امر بکن به نماز، خودت هم بر نماز استقامت داشته باش، صبر بکن. لا نسألک رزقا نحن نرزقک، من از شما رزقی نمیخواهم، من الله با عظمت هستم که به تو رزق و روزی میدهم. ذکر رزق و روزی بعد از امر به صلات نشان از این دارد که نماز یکی از درهای رزق و روزی است. اگر در زندگی دچار مشکل هستی در رزق و روزی، گره در مشکلات تو گره خورده از پشت سر هم مشکل پشت سر مشکل و میخوای که راه حلی پیدا بکنی، نمیدونی کلید این درهای بسته کجاست، در نماز است. نماز حلال مشکلات است. نماز در رزق و روزی است. یکی از درهای رزق و روزی، یکی از کلیدهایی که درهای رزق و روزی رو برای ما باز میکنه نماز است. اگر میخوای در زندگی خودت تحول ایجاد بکنی و نمیدونی از کجا شروع بکنی، نمیدونی از کجا این مشکلات رو یکی پس از دیگری حل بکنی، گره این مشکلات از کجا باز میشود، این گره در نماز باز می شود. این درهای مشکلات در نماز باز می شود. و امر اهلک بالصلاة واصطبر علیها لا نسألک رزقا نحن نرزقک، خانواده خودت رو به نماز سفارش کن، خودت هم به نماز سخت پایبند باش. این من الله با عظمت هستم که به شما رزق و روزی میدم، من از شما رزق و روزی نمیخواهم، من به شما رزق و روزی میدم. نگران این نباش که اگر مغازه خودت رو ببندی بری برای نماز تا بری برگردی 1 ساعت نیم ساعت وقتت گرفته میشه و اینجا در این نیم ساعتی که رفتی مشتری میپره، رزق و روزیت کم میشه. نه، اون کسی که به خاطر او میری و مغازه خودت رو میبندی، برای او میری پیش الله متعال، اوست که رزق و روزی تو به دست او است. در نماز عجله نکن. وقتی سر نماز میایستی نمازتو با آرامش بخون، با متانت بخون. وقتی میایستی درست بایست. وقتی به رکوع میری رکوع خودت رو کامل ایجاد درست به انجام بده. وقتی بلند میشی بین رکوع و سجده بایست. وقتی به سجده میری در سجده آرام بگیر. بین سجده ها دوباره راحت بنشین، آرام بگیر. عجله نکن. نشه نمازی بخونیم مثل نماز مرغی که میآید و مرغی که نوک میزنه، نماز ما مثل مرغی باشه که نوک میزنیم و بلند میشیم. یک فردی آمد در مسجد رسول الله علیه السلام و شروع کرد به نماز خواندن و سری و سیر همینطور مثل مرغی که نوک میزنه به زمین سجده میرفت و بلند میشد. وقتی نمازش تمام شد رسول الله علیه السلام فرمود بلند شو و نماز بخوان، تو نمازی نخواندی. دوباره همین کارو تکرار کرد و بار دوم رسول الله علیه السلام فرمود برخیز و نماز بخوان، تو نماز نخواندی. بار سوم این کارو تکرار کرد. باز رسول الله فرمود که نماز بخوان. این چه نمازی است؟ این نماز نیست که تو ایستادی و فقط نوک میزنی بلند میشی میای. این در شأن الله متعال نیست. وقتی که انسان به دیدار الله متعال میره، بعد نمازی بخواند شایسته ذات الله متعال. وقتی انسان به دیدار یک بزرگی میره، یک مدیری میره، یک وزیری میره، یک سفیری میره، نمیره پیشو بودو دو کلمه حرف بزنه و خارج بشه. با احترام مینشینه، ادب رو رعایت میکنه، آرامش رو رعایت میکنه، آرامش در گفتار رو رعایت میکنه و در حرکات خودش و در رفتار خودش، در لباس خودش. این رو بعد در نماز ایجاد کرد. رسول الله علیه السلام فرمود که نماز نخوانی نماز بخون. گفت یا رسول الله، پدر و مادر من به فدای شما باد، من بهتر از این بلد نیستم، به من یاد بده چطور نماز بخوانم. رسول الله علیه السلام فرمود وقتی میستی آرام بایست، وقتی که به رکوع میری در رکوع آرام بگیر. ذکرهای رکوع وقتی انسان میخونه عجله نکن. وقتی بلند میشی بعد از رکوع آرام بگیر بایست و بعد وقتی به سجده میری در سجده آرام بگیر، بین دو سجده آرام بگیر و همینطور در تمام ارکان نماز انسان باید آرامش داشته باشه. سعی کنیم که بفهمیم چه میخوانیم. وقتی انسان میفهمه چی میخونه، وقتی که یاد میگیره که چی میخونه، موقع تاثیر میگذاره نمازش. همون ابتدا که الله اکبر میگیم همه چیز رو پشت سر بیاندازیم و فقط به الله متعال فکر رو کنیم. در برابر چه ذاتی ایستادیم، در برابر عظمت اون ذاتی که ایستادیم فکر بکنیم. وقتی رکوع میکنیم در برابر او خم میشیم، عظمت او رو یادآوری بکنیم. سبحان ربی العظیم به همین معنا است. وقتی به سجده میریم و در سجده سبحان ربی الاعلی میگیم، به همین معنا و به این عظمت فکر بکنیم. در برابر الله متعال ادب رو رعایت بکنیم. عجله نکن. برای چی عجله میکنی در نمازت؟ چون دیر میشه، چون دوستان منتظرن، چون کار دارم، چون اون هر دلیلی که به خاطر اون نمازت رو سری میخونی، همه آن چیزهایی، کارهایی که، فعلهایی که، دوستانی که، انسانهایی که به خاطر اون چیز تو نمازت رو سری میخونی و میری، همه اونها به اختیار الله متعال هستن.
اون ذاتی که در برابر اون نماز میخوانی اختیار کل عالم رو به دست داره. همه مشکلات تو، همه کارهای تو، همه دوستان تو، همه خانواده تو، همه زندگی تو به دست الله متعال است. اون چیزی که تو تلاش میکنی زودتر نماز رو بخونی بری سراغ او تا بتونی اون مشکل رو حل بکنی، اون کار رو بیاندازی، اون شخص رو ببینی، اونها همه به دست الله متعال است، اختیار اونها. پیش الله متعال ادب رو رعایت بکنیم، عجله نکنیم که زودتر از پیش الله متعال بریم، زودتر نماز بخونیم و بریم. نماز ما باید عبادت باشد، نه که نماز ما به یک عادتی تبدیل بشه. نمازمون رو درست بخونیم. اقامه نماز یعنی وضوء درست، یعنی نماز رعایت اعتدال، سری نخواندن، آرامش در نماز، حضور قلب در نماز و محافظت در وقت نماز. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کسانی که وقت نماز رو رعایت میکنن، وقتها رو دقت بکنن، نگذاریم وقت رو به آخر برسه. خب الان وقت هست، 1 ساعت بعد، 2 ساعت بعد میبینید که یک دفعه وقت تمام شد. نماز رو در اول وقتش بخوانیم، نماز رو در اول وقتش بخوانیم، خودمون رو عادت بدیم. غیر از نمازهای واجب، نمازهایی که نافله هستن، سنت ها هستن، اینها رو هم بخوانیم. نمازهای نافله رو بخوانیم. نماز مهمترین رکن دین است. نماز انقدر مهم است که حتی منافقین رو، کفاری که ادعای اسلام میکردن در صف مسلمانان، قرآن میفهمد اینها هم نماز میخواندن. ان المنافقین یخادعون الله و اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالا. اما وقتی به سمت نماز میرفتن از روی تنبلی و کسالت میرفتن. الله متعال میفهمد همون منافق هم حتی نماز میخواند، اما با کسالت نماز میخواند. نماز با کسالت یک از صفات منافقین است. نمازی که با تأخیر خوانده میشه یک از صفات منافقین است. بی توجهی به نماز یک از صفات منافقین است. مواظب باشیم. الله متعال میفرماید فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. وای بر اون نمازگزارانی که از نماز خود غافلن، نمیدانن که چی میخوانن، نمیدانن چه وقت میخوانن، نمیدانن اصلا خوندن یا نخوندن، چند رکعت خوندن. این که انسان در برابر ذات الله متعال بایستد و بعد بی توجهی بکنه، بی حرمتی بکنه، این در شأن نه انسان مسلمان است، نه در شأن نمازی است که برای الله متعال خوانده می شود. نمازهای خودمان رو دقت بکنیم. نماز مهمترین رکن دین است که روزی 5 بار خوانده می شود. از 5 رکن عملی دین، 5 رکن اسلام که شهادت لا اله الا الله هست و بعد نماز است و زکات است و روزه هست و حج است، نماز روزی 5 بار است. شهادت لا اله الا الله عمری 1 بار کافی است. حج هم برای کسانی که توانمندی دارند در عمر 1 بار است و زکات برای کسانی که توانمندی دارند در سال 1 بار است. روزه سال 1 بار است. اما نماز روزی 5 بار است. اهمیت نماز در همین کافی است که روزی 5 بار نماز خوانده می شود. رسول علیه السلام فرمود بین انسان و کفر ترک نماز فاصله است. کسی که نماز نمیخواند کافر است و کسی که نماز نخواند کافر است. رسول علیه السلام در 2 روایت مختلف به این نکته اهمیت این موضوع را اشاره فرموده است که بین یک فرد و بین ترک نماز، فقط بین یک فرد و کفر ترک نماز فاصله است. و در روایت دیگری فرمود که اون عهدی که بین ما و بین کفار است، فاصله‌ای که بین ما و اونها وجود دارد نماز است. هر کسی که نماز رو ترک کرد اون کافر است. کسی که نماز نمیخونه کافر است. و درباره کسی که نماز نمیخواند، فقها درباره این اختلاف نظر پیدا کردند. کسی که در طول عمر نماز نمیخواند، آیا این رو به عنوان مسلمان بپذیریم یا کافر بپذیریم؟ برای کسی که نماز نمیخوانه، خطر کاری که انجام میده برای فهم خطر کار همینقدر کافی است که بدانیم فقها درباره این آمدن اختلاف نظر کردن که این کافر است یا مسلمان. وقتی ما در قبرستان مسلمان ها دفنش بکنیم یا نه در بین قبرستان کفار و مشرکین دفن شود، آیا وقتی مرد فرزندان او، وارثان او از او ارث میبرند چون کافر از مسلمان و مسلمان از کافر ارث نمیبرد؟ همینقدر برای فهم خطر موضوع همینقدر کافی است که کسی نماز نمیخواند برای بی نماز همینقدر کافی است که بداند فقها درباره تو تصمیم گرفتند و به نظر پرداختند که آیا تو مسلمانی یا کافر. کسی که نماز نمیخواند خود رو در یک خطر بسیار سختی انداخته است. نمیشود که انسان ادعای محبت الله متعال رو بکنه و بعد 5 بار در روز الله متعال او رو صدا کنه به سوی خود و نرود پیش او. چطور میشه یک انسانی ادعای محبت یک انسان دیگری رو داشته باشه؟ شما ادعا بکنی که من عاشق فلانی هستم و اون فلانی روزی 5 بار به تو زنگ بزنه و تلفنش رو جواب ندی، فردا دوباره 5 بار بهت زنگ بزنه، دوباره جواب ندی، دوباره بهت 5 بار هر روز 5 بار به تو زنگ بزنه و تو جواب ندی، نری به ملاقاتش، نبینیش، هیچ صحبتی با او نداشته باشی، یادی از او نداشته باشی، بعد انتظار داشته باشی و ادعا بکنی که من عاشق او هستم، من اون رو دوست دارم. این ادعا هیچ
احساسی پشت اون نیست، یک ادعای تو خالی است، یک دروغ است، یک فریب است، یک وسوسه شیطان است. تنها کسانی الله متعال رو دوست دارن که تابع اوامر او هستند. الله متعال در سوره مبارکه آل عمران میفرماید قل ان کنتم تحبون الله، آیه 31 سوره مبارکه آل عمران. اگر شما ادعا میکنید الله متعال رو دوست دارید، من الله متعال برای اثبات این ادعای شما یک شرط دارم. این که من ادعا بکنم الله رو دوست دارم این کافی نیست، الله متعال باید من رو دوست داشته باشه. این که من ادعا بکنم فلانی رو دوست دارم این کافی نیست، او باید من رو دوست داشته باشه. یک رابطه دوستی دو طرفه است. این که فقط من یک احساسی به او دارم اون هیچ احساسی به من نداشته باشه که فایده ای نمیکنه، رابطه ایجاد نمیشه است. من باید او رو دوست داشته باشم و او هم باید من رو دوست داشته باشه و این ادعای دوستی من رو بپذیره. این ادعای دوستی با عمل ثابت میشه، با رفتار ثابت میشه. تنها یک احساس شخصی در قلب من نیست، من باید این رو با رفتار خودم، با کردار خودم، با اعمال خودم ثابت بکنم. الله متعال میفهمند اگه من رو دوست دارید، قل ان کنتم تحبون الله، اگر شما الله متعال رو دوست دارید، بگو ای پیامبر من اگر شما الله متعال رو دوست دارید، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، پس از من پیامبر اکرم محمد مصطفی علیه السلام اطاعت کنید تا الله هم شما رو دوست داشته باشه. این کلام الله متعال است در آیه 31 سوره آل عمران. الله متعال میفرماید هر کسی ادعای دوستی من الله با عظمت رو دارد باید پیرو محمد مصطفی علیه السلام و دستورات او باشد. و رسول الله علیه السلام هیچ امری رو به اندازه نماز تاکید نکرده است. هیچ امری رو به اندازه نماز تاکید نکرده است. نمیشه که ادعای دوستی الله متعال رو فرد داشته باشه و روز یک رکعت نماز هم نخواند. این دوستی نیست. این دوستی رو الله متعال قبول نمیکنه. لیس به امانیکم ولا امانی اهل الکتاب. شبیه همین تعبیر اینجا رو که لیس البر، این بر این نیست که شما گمان بکنید، اون چیزی است که الله میفرماید. در همین سوره مبارکه در قرآن کریم، در همین قرآن کریم در سوره مبارکه نساء در آیه 123 الله متعال میفرماید لیس به امانیکم ولا امانی اهل الکتاب. اینطور نیست که با آرزوهای شما و گمان شما با آرزوهای اهل کتاب باشه. لیس به امانیکم ولا امانی اهل الکتاب من یعمل سوءا یجز به. هر کسی که کار بدی بکنه، گناه بکنه، جزای او رو خواهد دید. ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا. غیر از الله متعال هیچ یاوری، هیچ ولی، هیچ نصرت کننده نخواهد داشت. اینطور نمی شود که انسان ادعا بکنه من الله رو دوست دارم. فقط اعتقاد خالی کافی نیست. شما اعتقاد اون اساس است، پایه است. یک ساختمان وقتی ساخته میشه، یک بنا وقتی ساخته میشه، اعتقاد به الله، به قیامت، به ملائکه، کتاب‌های آسمانی، پیامبران الهی، قضا و قدر الهی، 6 رکن ایمان، اینها پایه هستند. اون پایه ساختمان است، شالوده است، اساس است، زیربناست. اما شما فقط زیربنای خالی رو میخواید چیکار کنید که خانه‌ای نشد؟ وقتی نماز نمیخونید، وقتی روزه نمیگیرید. 5 ستون عبادی میاد این ستونها و سقف رو تشکیل میده. شهادت لا اله الا الله، نماز هست، زکات هست، روزه هست، حج هست. اینها ستونها هستند. اینها ستونها و سقف هستند. اخلاق بعد از اون میاد. رفتار بعد از اون میاد. معاشرات بعد از اون میاد که دیوارها رو تشکیل میده، درها رو تشکیل میده، پنجره ها رو تشکیل میده. اسلام مجموعه‌ای از همه اینهاست. دین مجموعه‌ای از اینهاست. مجموعه‌ای از اعتقادات است که اساس است. مجموعه‌ای از عبادات است که ستونها و سقف است. مجموعه‌ای از اخلاق است که دیوارهاست، درهاست، پنجره هاست. اینها همه هستند. شما یک بنا وقتی بخواید بسازید همه اینها رو نیاز دارید. به تنهایی نمیشه. نه اعتقاد به تنهایی فایده دارد، نه ستون و دیوار بدون زیرساخت فایده دارد. عبادت بدون اعتقاد هم فایده ندارد. همین اینها باید باشه. حساب خیلی ساده است. حساب 2 تا 4 تا است. یک معادله خیلی ساده است. شما وقتی یک بنایی میخواید بسازید، از زیرساختش باید شروع کنید. زیرساختش محکم باشه، ستونها محکم باشه، سقفش محکم باشه، دیوارها محکم باشه، در و دیوار و پنجره‌ای داشته باشه. بعدش میمونه تزییناتی خودتون اضافه میکنید. وسایلی که نیاز دارید به اون اضافه میکنید. بنای دین، بنای اسلام همین گونه است. اعتقاد زیربناست، عبادت‌ها ستونها و سقفن، اخلاق در و دیوار و پنجره و وسایل دیگر هستند که در این هست. بدون هیچ کدوم از اینها این بنا کامل نمیشه. همه اینها باید باشند. مجموعه‌ای از این هست. و نماز مهمترین رکن این هست. نماز بسیار مهم است. نماز بسیار مهم است. نماز رو جدی بگیریم. نماز رابطه ما با الله متعال است. در نمازهای خودمون سستی نکنیم. نمازهای خودمون رو به هر قیمتی شده انجام بدیم. نماز تنها عبادتی است که در هیچ شرایطی ترک نمیشه.
زکات برای هر کسی نیست، برای پولدار است. حج برای هر کسی نیست، برای توانمند است. روزه برای مسافر میتونه روزه خودش رو بخوره بعداً بگیره، مریض میتونه بخوره بعداً بگیره. اما نماز، شما مسافر هم باشی بعد نماز بخونی، مریض هم باشی بعد نماز بخونی، ایستاده نمیتونی بعد بشینی، نشسته نمیتونی بعد دراز بکشی، دراز کشیده نمیتونی بعد با ابرو و اشاره چشمان خودت بخونی نماز رو، مگر اینکه بیهوش بشی مطلق از این دنیا بری نماز ساقط بشه ازت. در هیچ حالتی نماز از انسان ساقط نمی شود. نماز در هر حالتی باید خوانده شه. در صف جهاد نماز خوانده می شده. ما نمازی به نام نماز خوف داریم. در صف مبارزه با دشمن نماز خوانده میشه. این نشان از اهمیت موضوع دارد. به هیچ قیمتی نمازمون رو ترک نکنیم. اگر حتی ما گناهان رو نمیتونیم ترک کنیم، عبادت ها رو هم ترک نکنیم. این الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. نماز ما رو از فحشا و منکر باز می‌داره. اگر نمیتونیم از گناهان دست بکشیم، نماز رو هم دست نکشیم. نمازمون رو به هر قیمتی شده بخونیم. ولی اینکه گناه هم میکنیم نماز رو بخونیم. ولی اینکه آدم بدی هستیم نماز رو بخونیم. ارتباطمون رو به علم تعالی قطع نکنیم. نماز، اگر مشکلی هست نماز، اگر مصیبتی هست نماز، اگر دردی هست نماز، اگر فشار روحی هست نماز، اگر زخمی هست نماز. ارتباط به علم تعالی با پروردگار خودمون ارتباط بگیریم، درد دل بکنیم، با او رابطه خودمون رو تقویت بکنیم، نمازهای خودمون رو جدی بگیریم. نماز بسیار مهم است، بسیار بسیار مهم است در دین نماز. ما مسلمان ها اصلا وقتی که از بیرون به ما نگاه میکنه ما شناخته میشیم، با مساجدمون شناخته میشیم، با صدای اذان شناخته میشیم، با نماز شناخته میشیم. مهمترین رکن دین نماز است. نماز بسیار مهم است. نماز علامه مطال میفهمد نماز میخوانند مؤمنان. و موضوع دیگری که باز اشاره میفرماید و اقام الصلاة و آت الزکات، در جای جای قرآن زکات با نماز ذکر شده است. نماز عبادتی است که بین ما و الله متعال است. زکات عبادتی است که ما و بندگان الله متعال هم شریک هستیم در اون. حقی که نیازمندان، مستضعفین در مال یک انسان مسلمان دارن وقتی مال دارد، یک واجب شرعی است. زکات برای کسانی که توانمندی مالی دارن، یعنی اگر یک مالی رو ذخیره کرده است، مالی که ذخیره کرده و نیاز اصلی اون نیست، جزو خانه اون نیست، لباس اون نیست، ماشین زیر پای اون نیست، چیزی که انسان نیاز داره و استفاده میکنه در زندگی غیر از این موارد، مال ذخیره دارد یا تجارتی دارد، این مال اگر به 85 گرم طلا برسه، طلا 24 عیار، اون موقع 2.5% رو باید، یا 1/40 رو باید زکات بده هر سال. یک مالی داره که به قیمت 85 گرم طلای 24 رسیده، حالا عیار هرچی کمتر بشه گرمش بالاتر میره، نصاب زکات. اگر به این اندازه رسید و یک سال هم گذشته و این مقدار بیشتر شده کمتر نشد، ایشون باید 1/40 یا 2.5% آنچه را که دارد به نیازمندان، مساکین، فقرا، مستمندان بدهد. واجب شرعی است. این میشه زکات. کسی که این توانمندی رو داره واجب است برای او. زکات یک اختیار نیست، یک واجب شرعی است، یک عبادت نافله نیست. آنچه که در قبل از این موضوع ذکر شد و اتى المال علی حبه ذوی القربى والیتامی والمساکین، این که انسان مال خود رو با وجودی که دوست داره به فقرا، مساکین، نیازمندان بدهد و ابن السبیل و سائلین و فی الرقاب، اون دسته ها همه عبادت صدقه نافلی است. اینجا زکات عبادت واجب است برای کسانی که ثروتمند هستند. کسانی که زکات نمیدهند، اینها در مرحله دوم قرار میگیرند بعد از کسانی که نماز نمیخوانند، چون هر جا در قرآن کریم نماز آمده زکات پشتش آمده. اینجا اقام الصلاة و آت الزکات، یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات، اقاموا الصلاة و آتوا الزکات والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکات. تعبیرهای مختلف نماز و زکات رو کنار هم آورده. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکات فاعلون. صفات مؤمنان رو بعد از اینکه در سوره مؤمنان فرمود نماز میخوانند، در نماز خشوع دارن و چطور خشوع پیدا میشه با پرهیز از لغویات فرمود و بعد زکات میپردازن. و کسانی که زکات نمیپردازن، کسانی که حاضر نیستن در راه الله متعال انفاق بکنن، ثروتمند هست، مال داره اما نمیده، آقا چرا باید پول بدم؟ امتحان زکات سخت‌تر از نماز خواندن است. نماز خواندن آسان‌تر از زکات دادنه، چون که انسان برای نماز خواندن چیزی خرج نمی‌کنه،
اما برای زکات باید مال بدهد. مال عزیز است، مال دوست داره، طرف مال رو دوست داره. یک آزمایش سختی است برای مالداران، کسانی که توانمندی مالی دارند. زکات یک وظیفه شرعی است، بدون منت باید پرداخت شود و کسانی که زکات نمیدن در سوره مبارکه توبه الله تعالی در پایان آیه 34 و ابتدای آیه 35 میفهمد والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله، کسانی که گنج ذخیره میکنن، انبار میکنن، در گاف صندوق‌های خودشون ذخیره میکنن، در حساب‌های بانکی ذخیره میکنن طلاها و نقره‌ها رو، دلارها و یوروها رو، ثروت‌ها رو، اسکناس‌ها رو، طلاها و جواهرات رو میریزن، نمیدن، زکاتشون رو نمیدن. ولا ينفقونها فی سبیل الله، انفاق نمیکنن. فبشرهم بعذاب الیم، اینها رو بشارت بده به عذاب دردناک پیش روی آنهاست. یوم یحمى علیها فی نار جهنم، اون روزی که این طلا و جواهرات گداخته گردد، سرخ شود در آتش دوزخ. فتکوی بها جباههم، اول بر پیشانی اینها چسبانده می شود، چون وقتی به اینا هم گفته میشد به فقرا و مساکین کمک کنید، اخم میکردن. چه خبره؟ من خودم تلاش کردم، زحمت کشیدم، اونم بره کار کنه، زحمت بکشه، من با هنر خودم اینها رو به دست آوردم. انما اوتیته علی علم عندی، همون جمله‌ای که قارون میگفت، من با هنر خودم اینها رو به دست آوردم، باج بدم به شما مله‌ها. فکر میکنن زکات مال مله است. نه، مال فقراست، مال مساکین است. حق فقرا و مساکین بر تو است. فتکوی بها جباههم، اول به پیشانی اینها چسبانده می شود. فتکوی بها جباههم و جنوبهم، و پهلوهایشون، چون وقتی که اخم میکرد به پهلو میچید و میرفت. و ظهورهم، پشت میکرد و میرفت. و همین خاطر اول بر پیشانی آنها و بر پهلوی آنها و بر پشت آنها سرخ می شود. و گفته می شود بچشید آنچه را که برای خود ذخیره کردید. بچشید آنچه را برای خود ذخیره کردید. زکات، پرداخت زکات یک وظیفه شرعی است. اون کسی که نماز میخواند و زکات نمیدهد، دل به نماز خود خوش نکند، چون همون اندازه‌ای که نماز مهم است، همون اندازه زکات هم مهم است. هر جا نماز آمده زکات هم آمده. نمیشه تو یک حکمی از الله متعال رو قبول بکنی، حکم دیگر رو قبول نکنی. نمیشه چون نماز برای تو خرج نداره، پول نمیدی، نماز بخونی، ولی چون اونجا وقتی بحث مال مطرح میشه مال ندی. نه، وقتی الله متعال اونجا به شما میفرماید که مال بده، بعد مالت رو بدی. اونجایی که زکات به تو مال داده، اما بکن من نعمت من الله، آن مالی رو که در اختیار تو هست الله متعال به تو داده، هنر خودت نیست. تو از مادر وقتی به دنیا آمدی لخت و عریان به دنیا آمدی که نمیتونستی خودت کنترل بکنی، تر خشکت میکردن دیگران. این دست رو، این پا رو، این هوش رو، این عقل رو، این درایت رو کی به تو داده؟ به چی مینازی؟ یک روزه بخواد همین رو از تو میگیره، با یک تصادف دست و پای خودت رو از دست میدی، با یک تصادف دوباره فلج میشی که باید برای اکرمکم الله قضای حاجت کسی دیگه تو رو ببره. با یک تصادف چنان هوش خودت رو از دست میدی که کلا پاک میشه حافظه تو. حلال و حرام رو از هم تشخیص نمیدی، نجاست رو از پاکی تشخیص نمیدی. به چی مینازی در برابر الله متعال؟ وقتی به تو گفته میشه مال زکات بده، انفاق بکن، قیافه خودت رو ترش میکنی، قیافه میگیری، منت میذاری برای فقیر و مسکین. منت چی رو میگذاری؟ منت مالی رو که الله متعال به تو داده. و ما بکن من نعمت فمن الله، الله متعال به تو داده تو آزمایش بکنه، به کسی دیگری ندادی. یکی رو با فقر آزمایش میکنی، یکی رو با ثروت. زکات رو پرداخت کنیم. وای به حال نمازگزارانی که نماز میخوانند و زکات پرداخت نمیکنند. وای به حال اونها، چون الله متعال هر دو رو با هم ذکر کرد. در ادامه الله متعال میفرماید و اقام الصلاة و آت الزکاة والموفون بعهدهم. عبادت، اعتقاد، عبادت، اخلاق جزئی از دین است. الله متعال در این آیه برای ما میفرماید که آقا این تصورتون رو درست کنید، فکر نکنید که اخلاق جزء دین نیست. اخلاق بخشی از دین است. همونطور که نماز جزئی از دین است، زکات جزئی از دین است، مسائل اخلاقی جزئی از دین است. اخلاق یک بخش بزرگی از دین است. رسول الله علیه السلام فرمود بهترین شما روز قیامت خوش اخلاق ترین شماست. نزدیکترین شما به من روز قیامت خوش اخلاق ترین شماست. نزدیکترین شما روز قیامت به من خوش اخلاق ترین شماست. بهترین شما در ایمان خوش اخلاق ترین شماست. و فرمود که انسان با خوش اخلاقی خودش، با اخلاق خودش به درجه عبادت گذاری میرسد که شب تا صبح تهجد میخواند، روز تا شب روزه نافله میگیرد. با اخلاق خودش. اخلاق جزئی از دین است. نمیشه که شما نماز بخوانی، زکات پرداخت بکنی اما بد اخلاق باشی. یعنی چی داخل مسجد نمازگزاری با نمازگزار دیگری جنگ بکنی؟ یعنی چی؟ این توجیه پذیر نیست در دین. تصورتون رو نسبت به دین درست کنید. دین فقط نماز نیست. دین فقط زکات نیست. دین فقط حج رفتن نیست.
دین فقط روزه گرفتن نیست. روزه میگیره طرف اعصاب نداره. چرا؟ چون روزه است. روزه گرفته بعد عصر رمضان اعصاب نداره طرف، نه با خانواده خودش نه با کسی. چرا؟ من روزم. اگر روزه جزئی از دین است، اخلاق هم جزئی از دین است. فرمود بهترین شما بهترین کسی است که با همسر خود از دیگران بهتر باشد و من از همه شما با همسرم بهتر هستم. ما آیات فراوانی در قرآن کریم داریم که درباره اخلاق است. صدها آیه در قرآن کریم درباره اخلاق ما داریم. اهمیت اخلاق، صداقت، پاکی، عفت و در مقابل مذمت اخلاق بد، دروغ، غیبت، تهمت، جاسوسی، سخنچینی، نمامی. یک زبان رو ما ببینیم که چه گناهانی از درباره زبان نوشته شد. اخلاق یک بخشی از دین است. اخلاق بخش بزرگی از دین ماست. در این آیه عظیم، آیه بر، الله متعال می‌فرماید گمان نکنید دین فقط سمت راست و چپ شدن، قبله شرق و غرب بودن است. نه. رو کنید سمت قبله، فقط نماز بخونید، فقط اعتقاد داشته باشید. نه، کافی نیست. اعتقاد به تنهایی کافی نیست. عبادت هم به همراه اعتقاد باشد، اخلاق نباشد، باز میلنگ مشکل داره کار. شما یک ساختمان کامل، بنای کامل وقتی کامل می شود که زیر بنای درستی داشته باشه، ستونها و سقف و دیوار درستی داشته باشه، در و پنجره داشته باشه، وسایل داخلین باشه و همه اینها، اون زیر بنای اعتقاد است، ستونها عبادت هاست، سقف و در و دیوار اخلاق است. اخلاق نداشتی یک بنایی داره که 4 تا ستون داره، خواهی چیکارش کنی اینو؟ نمیشه. اخلاق جزئی از دین است. از جمله موارد اخلاقی کلام متعال اینجا بسیار تاکید می‌فرماید که والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، وفای به عهد. والموفون بعهدهم، عهد یعنی پیمان. شما وعده میدی، قول میدی، من این کارو میکنم، با کسی قرار میگذاری، فلان ساعت میبینمت. نباید 2 ساعت بعد بری، نباید 1 ساعت بعد بری، باید سر ساعت بری. شما قول میدی من این کار برای شما میکنم، قول دادی، قرارداد نوشتی، امضا کردی، حرف زدی، باید به این حرفت پایبند باشی، باید روی این حرفت بایستی، باید برای تو ارزش داشته باشه این موضوع. والموفون بعهدهم، بعد از نماز و زکات در متعال میفهمد کسانی که وفای به عهد میکنن. در سوره مبارکه مؤمنون، در صفات مؤمنان در متعال میفهمد والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. از صفات مؤمنان این هست که اونا در امانت خیانت نمیکنن، در عهد و پیمان وفا میکنن به عهدشان. در سوره مبارکه اسراء میفرماید و اوفوا بالعهد، به عهدی که میدید وفا کنید، ان العهد کان مسئولا. در برابر هر عهد و پیمانی که شما میبندید سوال میشید، بازخواست میشید. ان العهد کان مسئولا، از شما پرسیده میشه. شما اینجا به قول دادی. شما بچه خودت قول میدی من این چیزو برای تو میخرم، نخریدی بازخواست میشه. ولی که بچه خودت باشه، بهش قول دادی، یک انسان هست، بهش قول دادی، بعد بین وحدی که با بستی باید پایبند باشی. و اوفوا بالعهد، به عهد و پیمانتون وفا کنید، خصوصا در جاهایی که معامله‌ای میشه، تجارتی میشه. آقا من 1 ماه بعد 2 ماه بعد پول شما رو میدم. اون طرف مقابل شما بر اساس عهد و پیمانی که شما با بستی، قولی که او دادی، به 10 نفر دیگه قول داده. باز این به کسی دیگه قول میده، اون به کسی دیگه قول میده، اون به کسی دیگه قول میده. یک زنجیره این وسط است که همه اینها روی حرف شما حساب شده اولش. شما به راحتی میزنی زیرش. 10 نفر دیگه بعد شما بعد قول میشن. چه مشکلاتی که ایجاد میشه، چه ناراحتی‌هایی که ایجاد میشه، چه جنگ‌هایی که ایجاد میشه این وسط. تنها شما نیستی، شما یک نفری که پشت سر شما زنجیروار بقیه به شما گره خوردن. شما میگی آقا مهم نیست، میگی فلان ساعت میام، طرف زندگی خودشو بر اساس اون روز خودشو تنظیم میکنه، بر اساس قولی که شما به او دادی. قرارشو جای دیگه کنسل میکنه، پیش کسی دیگه قرار داشته نمیره. بعد شما میای 2 ساعت بعد 3 ساعت بعد برات مهم نیست، انگار نمازم میخونی، زکاتم میری، حجم میری. این خلل است. این خلل در فهم دین است. عبادت جزئی از دین است، اخلاق جزئی از دین است، اعتقاد جزئی از دین است. اعتقاد تنها، دین فقط تنها اعتقاد نیست، دین فقط تنها عبادت نیست، دین فقط تنها اخلاق نیست. همه اینها با هم باید باشد. همه اینها با هم میشه دین. هر کدوم از اینها بخشی از دین است. اخلاق یک شیء اختیاری نیست. صفات اخلاقی در دین، چه نکات رعایت نکات مثبت، چه ترک کردن نکات منفی، غیبت کردن، دروغ گفتن، خیانت کردن و
اینها اختیاری نیستن، اینها جزء سنت ها و مستحبات نیستن، اینها جزء واجبات شرعی دینن. رسول الله فرمود کسی که عهد و پیمان ندارد دین ندارد. کسی که عهد و پیمان ندارد دین ندارد. و فرمود که انسان منافق 3 تا صفت دارد. وقتی که صحبت میکنه دروغ میگه، وقتی که به او امانتی داده میشه خیانت میکنه، و وقتی که وعده میده در وعده خودش خلف وعده میکنه. خلف وعده، وفا نکردن به عهد، خیانت کردن در عهد و پیمان رو رسول الله علیه السلام یک از صفات منافقین میداند. کسانی که به الله اعتقاد ندارن اصلا یک از صفات منافقین است. خیانت به وعده و پیمان یک از صفات منافقین است. منافقین نیست که ما فکر کنیم جاسوسی میکنه برای غرب و شرق فقط یک انسان خطرناک جاسوس کافری است. نه، بسیار از صفات و رفتار هم صفات منافقین است. متاسفانه دروغ گفتن، خیانت کردن در امانت، پایبند نبودن به عهد و پیمان. اذا خاصم فجر در روایت دیگری فرمود وقتی که دعوا میکنه فحش میده، فحشای ناموسی میده، از کوره در میره. این صفات منافقین است. این شایسته یک انسان مسلمان نیست. خیلی دردآور انسان فردی رو میبینه که 5 وقت نمازه ولی اخلاقش خراب است، اخلاق نداره. از حج برگشته اخلاق نداره. روزه میگیره اخلاق نداره. اخلاق جزئی از دین است. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. وفای به عهد و پیمانمون باید پایبند باشه. یک داستان عجیب در وفای به عهد از رسول الله علیه السلام و یارانش. حذیفه ابن یمان میفرماید به والله تنها یک دلیل سبب شد که من در غزوه بدر شرکت نکنم. جنگ بدر اولین نبرد و رویارویی لشکر رسول الله علیه السلام و مسلمانان با کفار قریش در منطقه به نام بدر. حذیفه ابن یمان میفرماید من و همراه من یک از صحابه دیگر داشتیم میرفتیم به سمت بدر. در مسیر راهی که میرفتیم برای بدر خبر شده بودیم که رسول الله علیه السلام و لشکر قریش قرار است با هم جنگی داشته باشن تا خود رو به رسول الله علیه السلام برسانیم. در مسیر راه لشکر قریش ما رو گرفتن. گفتن کجا میرید؟ ما به خاطر اینکه جنگ فریب است، اگه میگفتیم میریم بعد خب یا ما رو میکشتن یا نمیگذاشتن. گفتیم میریم مدینه. گفتن پیش محمد میرید؟ گفتیم نه، میریم مدینه میریم. گفتن که ما شما رو به این راحتی رها نمیکنیم، باید با ما عهد ببندید که به نصرت و یاری محمد صلی الله علیه و سلم نمیروید. ما هم راهی نداشتیم جز اینکه برای خلاصی از اونها بگیم باش با شما عهد میبندیم که ما برای حمایت از محمد مصطفی علیه السلام و مسلمانان به بدر نمیرویم. اونها از ما عهد گرفتن که در این جنگ به سمت مسلمانان نرویم و اونها رو یاری نکنیم و ما رو آزاد کردن. ما رفتیم خود رو رساندیم با رسول الله علیه السلام در بدر. در بدر رسول الله علیه السلام و یارانشون 300 و اندی نفرن، بین 310 تا 320 نفر اختلاف روایات وجود دارد. 300 و چند نفرن. بسیار از اونها سلاح ندارن چون اصلا قرار نبود جنگی بشه، برای جنگ خارج نشده بودن. در طرف مقابل لشکر قریش تا بن دندان مسلح 1000 نفر تا بن دندان مسلحن. برای مسلمانان الان یک نفره. حذیفه و همراهش 2 نفرن. آمدن گفتن یا رسول الله ما آمدیم ولی همچین اتفاقی افتاد. در مسیر راه مشرکین قریش ما رو گرفتن و از ما عهد گرفتن که نیاییم به یاری شما. رسول الله علیه السلام فرمود آیا شما با آنها عهد بستید که نمی آیید؟ گفتن بله یا رسول الله. ما گفتن عهد ببندید با ما که نمیرید بیاری محمد. ما هم گفتیم باشه نمیریم. عهد میبندیم که نمیره. خوب دقت کنید، جنگ اسلام و کفر است. پیامبر اکرم علیه السلام در یک طرف ایستاده، طرف مقابلش دشمنان یک پیامبر الهی هستند. یک نفر هم برای مسلمانان الان یک نفره در این جنگ. رسول الله فرمود چون شما عهد بستید با مشرکین، با دشمنان که به نصرت و یاری ما نیایید، بروید به عهدی که با آنها بستید وفا کنید. الله متعال ما را از شر آنها یاری کند و نصرت کند. الله متعال ما رو بر آنها نصرت یاری کنند و شما به عهدی که با آنها بستید وفا کنید. در میدان جنگ با مشرک، با کافر، رسول الله علیه السلام به حذیفه و همراهش اجازه نمیدهد. اجازه نمیده که در جنگ بعد شرکت بکنن و با مشرکین بجنگن، فقط به خاطر اینکه اینها قبل از این
عهد بستن با مشرکین قریش که ما در این جنگ شرکت نمی‌کنیم. عهد با مشرک رو رسول الله علیه السلام در میدان جنگ واجب می‌داند اطاعت. این عهد رو وفا کردن به عهد رو. مسلمان ما امروز راحت وعده میده، قول میده، هیچ براش مهم نیست. نه ساعت قرار براش مهم است، نه وعده براش مهم است، نه حرف براش مهم است. ما حالا ما یک چیزی گفتیم دیگه. شما چرا سخت میگیری؟ این جزء دین است. من سخت نمیگیرم، الله سخت گرفته است، پیامبرش سخت گرفته است. این اخلاق ماست. این جزئی از دین ماست. پیامبر ما در میدان جنگ با مشرک به عهدی که با مشرکین بسته یکی از یارانش پایبند است، وفادار است. میگه برو در جنگ شرکت نکن. برو مدینه. تو گفتی من در جنگ شرکت نمیکنم، میرم مدینه. به اونها قول دادی، برو. نباید شرکت کنی. چون به اونها قول دادی. به کی؟ به ابولهب، به ابوجهل، به عتبه، به شیبه، به عقبه بن ابی معیط، بزرگترین دشمنان اسلام مسلمین. مسلمانان به عهد و پیمانشان با مشرکین و کفار پایبند بودند. در میدان جنگ پایبند بودند. امروز مسلمان ما در زندگی و عهد و پیمانش به هیچ کسی براش مهم نباشد. این جزئی از دین است. اینها جزئی از دین ماست. دین فقط عبادت نیست. دین فقط اعتقاد نیست. فقط نماز، روزه و زکات و حج نیست. اخلاق بخش بزرگی از دین ماست، واجب شرعی است. همون الله متعالی که میفهمد نماز بخوان، روزه بگیر، زکات پرداخت بکن، همون میفهمد والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. همیشه پایبندن. والموفون بعهدهم یعنی این اسمی که استفاده شده اینجا اسم فاعل، یعنی همیشه اینها وفا میکنن به عهدشون. پیوسته صفت مسلمان همین است. اخلاق جزئی از دین ماست. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرین فی البأساء. در ادامه مطلب باز از صفات اخلاقی میگه. انسان‌هایی که صابرند. مسلمان انسان صابر است، صبور است، صبر میکنه بر مشکلات زندگی، سختی‌های زندگی. و صابرین فی البأساء، کسانی که صابر هستند. فی البأساء، بأساء مشکلات روحی و بحران‌هایی که انسان رو ناراحت میکنه. ما در عربی میبینیم مثلا میگه لا بأس، ناراحت نباش، چیز مهمی نیست، نگران نشو، مشکلی نیست. مشکلات روحی، برخی فقر معنی کردن مفسرین بأسا رو، چون فقر سبب به ایجاد مشکلات روحی میشه، بحران ایجاد میکنه برای انسان. فقر مشکلاتی که غیر از مشکلات جسمی است، در مقابل ضرا که دامش می آید. بأسا کسانی که صابر هستند در مشکلات روحی و روانی. و ضرا مشکلات جسمی، بیماری ها، سختی هایی که به جسم انسان میرسه. کسانی که در فقر، در تنگدستی، در مشکلات، در سختی ها، در آزمایش ها و ابتلاعات و همچنین در بیماری های جسمی اینها صبر میکنن. الله متعال همه بندگان خود را آزمایش میکنه بلا استثناء. بلا استثناء. خوب و بد، کافر و مسلمان، هم آزمایش میشه. هر کسی به یک نحوی آزمایش میشه. اگر یک کسی در مالش آزمایش میشه، دیگری در جانش آزمایش میشه، دیگری در فرزندش آزمایش میشه، دیگری در آبروی خودش آزمایش میشه. بلا استثناء هر کسی را الله متعال آزمایش میکنه. و صابرین فی البأساء والضراء، صابرن. انسان مسلمان صابر است. صبر میکنه در مصیبت ها، صبر میکنه در عبادت ها و سختی عبادت ها، صبر میکنه در برابر نفس و وسوسه های شیطان، در برابر معصیت ها صبر میکنه. و صابرین فی البأساء والضراء و حین البأس، و در میدان نبرد، در میدان جنگ صبور است. میدان جنگ میدان سختی هاست، در زیر گلوله ها، در زیر بمب ها، در کشتاری که انجام میشه، زخم ها، محاصره ها، گرسنگی ها، درد ها، شهید شدن عزیزان، زخمی شدن عزیزان، از دست دادن خانه و کاشانه، اتفاق پیش میاد. احیانا یک دشمن ظالم ستمگر حمله میکنه به منطقه و مسلمانان مورد ابتلا و آزمایش قرار میگیرن. اینجا باید صبر بکنه در سختی های زندگی، در مشکلات، در مبارزه، در نبرد، در میدان جهاد. در پایان آیه الله متعال میفهمد اولئک الذین صدقوا، کسانی که این صفات رو دارن، دین رو درست فهمیدند، اعتقاد درستی دارن که زیر ساخت و پایه و اساس است، عبادت های درستی دارن که ستون های این بنا هستند و سقف او هستند، اخلاق درستی دارن که در و دیوار و پنجره و ظرف و ظروف این بنا هستند، وسایل زندگی این بنا هستند. اینها میتونن ادعا بکنن که یک بنای درستی از دین دارند.
فهم درستی از دین دارن. اولئک الذین صدقوا، اینها هستن که راستگو هستن، انسان‌های راستی هستن. اینها میتونن ادعا بکنن که در ادعای دینداری خود صادقن. اینها در اعتقاد صادقن، اینها در رفتار صادقن، در عبادت خودشون صادقن، در اخلاق خودشون صادقن. اینها صداقت دارن. صداقت، صادق بودن. اهل دروغ نیستند. اینها اهل صداقتن. صادقان حقیقی اینها هستن. اینها واقعا اگر بگن ما دین داریم، اینها صادقن. اینها دروغ نمیگن. کسانی که غیر از اینها هستن فقط یک بخشی رو گرفتن، فقط فکر میکنن دین اعتقاد است، عبادت کاری ندارن، به اخلاق کاری ندارن، اینها به بیراه رفتن. کسانی که فکر میکنن دین فقط اخلاق است، آدم خوبی باش، به کسی آزار نرسون، نماز میخونیم نمیخونی، روزه میگیری نمیگیری، خدا به اینها نیازی نداره. خدا نیاز نداره، من تو نیاز. الله متعال میفهمد دینداری این نیست که فقط اخلاق داشته باشی، عبادت و اعتقاد نداشته باشی. این هم نیست که فقط عبادت داشته باشی، اعتقاد اشتباهی داشته باشی، اخلاق نادرستی داشته باشی. این هم نیست که فقط اعتقاد درستی داشته باشی، اخلاق عبادت نداشته باشی. هر کدوم از اینها رو نداشتی میلنگ دینت. بنای دینی تو بنای درستی نیست. هم اعتقاد درست، هم عبادت درست، هم اخلاق درست. هر سه تا رو باید داشته باشی. دین مجموعه ای از اینهاست. در هر سه بعد باید کار کنی. یک بنای درست وقتی میسازی، باید همه اینها رو در نظر بگیری. اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. اینها همون متقیان حقیقی هستند. تقوا رو اینها فهمیدند. تقوا یعنی اطاعت اوامر الهی، دوری از آنچه که ما رو از آن نهی کرده است. پرهیزگاری. متقیان اینها هستند. اینها کسانی هستند که دین رو درست فهمیدن. فهم درست دین. کسانی صادقن در ادعای دینداری خود. متقیان حقیقی، مؤمنان واقعی، کسانی هستند که در سه بخش مختلف، اعتقاد، عبادات و اخلاق و معاشرات کار میکنن. دین هر سه اینها رو در بر میگیره. هم عبارت از اعتقاد است که پایه و اساس بناست، و هم عبادت از عبادات است که ستونها و دیوار و سقفن، و هم اخلاق است که در و پنجره و بقیه مسائلی که در این بنا استفاده میشه. همه اینها مهم است. همه اینها رو باید انسان داشته باشه. از الله متعال میخوایم به ما شما فهم صحیح دین رو نصیب بفرمایید که دین رو درست بفهمیم. دین مجموعه از اعتقادات و عبادات و اخلاق و معاشرات است و همه اینها دین است. خصوصا آنچه که متاسفانه در جامعه ما به کمتر توجه میشه، بخش اعتقادات و بخش اخلاق و معاشرات است. بحث عبادات رو عادتا نماز و روزه و زکات رو خیلی درباره صحبت شد، اما درباره اعتقاد درست و صحیح که اصل و پایه و اساس است و درباره معاشرات و اخلاق بسیار جای صحبت دارد و جای بررسی دارد که ما ببینیم اعتقادمون رو درست بکنیم و اخلاقمون رو درست بکنیم و عباداتمون رو درست بکنیم تا باشد که الله از ما و شما راضی باشد. این آیه عظیم رو در همین جا به پایان میرسانیم با این نکات مهمی که در این آیه بود. این آیه 177 سوره مبارکه و غیره آیه بر خلاصه امر دین است و تصویر درستی از فهم واقعی و حقیقی دین رو به ما نشان میدهد تا این گونه دین رو بفهمیم و تلاش بکنیم تا در زندگی خود بیاوریم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما ممنونم. تا دیدار دیگر همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارت. عزیزانی که مایل به دریافت این برنامه جهت پخش در کانال‌های خود هستند با راه‌های ارتباطی زیر مکاتبه نمایند.